بله. محمد بدونی که بگه پایم گوش کنی رفتی، هوش کنی کدام کار احمقانه انجام ندی. گوش کو. من بسیار فکر کردم. تو حق بجانب هستی. بیازوی عروسی بر من کدام مفهومی نداشت. من نمیخوایم دیگه با یوسف باشم. تنها خواستم ای است که طفلم با خوشی به دنیا بیاید. اگه تو هم بخوایی امشب از اینجا فرار میکنیم. تو جدی هستی بادا؟ بله. در محفل عروسی همدیگه میبینیم. نه خیر ما پیشت به قصر میام بادا. تو از اونجا میگیرم، باز هر جایی که خواستی میریم. نمیشه محمد. به قسمی توجه همگی را طرف خود جلب میکنیم. اول یک بار رفته خود نشان میدیم، باز فرار میکنیم. درست است، هر قسم که خودت خواسته باشی. باز ما پشت بیام؟ نه خیر، تو اونجا برو، ما میایم. درست است. مرا بسیار خوش ساختی بادا. من بسیار تعجب کردم خانم حمیده. اول خب فکر کردم که شاید در کارت اشتباه شده باشه، اما دیدم که نه، هیچ اشتباهی نیست. حالا این جوان با یلماز خان چه قرابت داره؟ در کارت دعوت نوشته شده که پدرش است، اما باور کردن نتونستیم. گفتین کارت دعوت؟ ببین ده اینجا نوشته است یلماز خان جوغلو یعنی پدرش میشه دیگه. با ما بتی دخترم. ببینین خانما، ما به شما یک گپ میگم. ایره خو میفهمین که شوهر بسیار میربان است. همراه ای بچه از وقت کمک میکرد، ازش حمایت میکرد. ایام چشم سفیدی کرده، در کارت خانجی اغلو نوشته کرده. از میربانی سو استفاده کرده. امی گپ از دیگه. بگیرین کارتتان خانم. خانم نزاکت جان، از همگیتون معذرت میخوایم. ما میخوایم کم قدم بزنم، درست است؟ البته. ما میرم. تشکر بسیار زیاد. به همگیتون وقت خوش میخوایم. حالا دخترم بیا. نزدیک بود اعصاب خود از دست بتم. دلم میشه که این محفله در بتم. آی این داستانه دیگه از کجا پیدا کردین مادر جان؟ پس چی میگفتم؟ ها؟ چی میگفتم؟ میخواستی اشتباهی پدرت میگفتم؟ خدا کنه که او هم همی گپاره گفته باشه. راستش دوستا هیچی گپاره ازم نپرسید. سالهای پیش خواستم که برش یک کار خیر انجام بدم. ای بچم به خاطری که به ما زیاد احترام داره، متاسفانه ای بیخلیده کده دیگر.
دختر خدا من از نظر بد نگاهت کنه، چقدر مقبول شدی. زنده باشی خاله. هرچی میخوایم دربارش فکر نکنم چیز نگویم، اما هیچ راحت نیستم. نمیفهم که او برای چی گفته، چهرهت قدر تغییر کرده. فراموش کن دیگه یلماز، حالا خوب خواهد شد. خواهش میکنم آرام باش. چرا قدر زیاد دوام کرد خاله؟ بریم تا این موضوع هم خلاص شود دیگه. توبه توبه، دختر هوا خود تاریک نشده ها؟ ما را صدا میکنن، بازم اون وقت به جای نکا میریم. ما میران هستم، خدا کنه که همه چیز به خیر تیر شوه. انشالله هرچی خیر ما باشه همو تو میشه. خواستم که پنجره را باز کنم اما نشد. اینجا بسیار گرم است، به خدا. ما باز میکنم. نه این کار نکن بچه. حال عرق کردیم. اگه شمال باشه بازی دختر مریض خواهد شد. ما یک بار بیرون بررسی میکنم، زود پس میایم، باز میبینیم. حالا دیگه حواله بروی تا کشال نگی. در بیرون یک عالم میمان هستن، به خاطر ما آمدن. هر قسمی که میخواستیم اما تو شد. امروز هر دوی ما به مقصد خود میرسیم. مأمور صاحب بفرمایین. مراسم نکاح پیش از اینکه بسیار ناوقت شود پیش برده میشه متونست؟ انشالله یک ساعت بعد شروع میکنه. امی که مادگی ما تمام شد افراد ما حتما برتان خبر میتن خانم. درست زنده باشین. خواهش میکنم. سلطان هرچی که میشه شود. خانم سلطانه، آقا رشید چطور هستی؟ از زنده باشین خانم سلطانه. خوب هستم. شما خوب هستین انشالله؟ ما هم خوب هستم. میخواستم بر تو نگپ بگویم. فکر کنم ما میخواستیم با هم یک روز به غذا خودن بریم. که گرفتیم. باز یک مشکل پیش شد که رفتن حتی رسم هم تو نیست. میخواستم بگویم که میتونیم بعد از عروسی بریم. نظرتان چیست آقا رشید؟ یا که نمیخواین؟ نه خیر خانم سلطانه، او کار دیگه نمیشه. اکاکتان خلاص شد؟ وقتی گفتم این کار نمیشه ترسیدن، اما تو نیست؟ توبه خدایا آقا رشید به خاطر که یکم خلاص شده این گپا گفته. خب پس درست است. هر وقت که شما بخواین با هم خواهد رفتیم، بعد از عروسی میریم. هر وقتی که شما خواسته باشین ما حاضر و ناظر هستم خانم سلطانه. درست است. خب دیگه با امید دیدار باز میبینیم. تا
قد کردن نتانستی ها؟ میشه کمی دیگه هم نزدیک شوین؟ لطفاً کمی دیگه هم نزدیکتر. حالی طرف بیایین. شما اون طرف ایستاد شوین. آماده؟ بفرمایید یک قطعه دیگه هم در این طرف میگیریم. برین کنارشان ایستاد شوین. لطفا نزدیکتر شوین. کمی دور بخورین. آقای الماس شما اینجا بشینین. عروس خانم ایستاد باشن. شما بفرمایین. حالی لطفا اینجا بشینین. باورم نمیشه. اینا چی وقتی کارتا را چاپ کردن که ما ندیدیم؟ ها؟ درست است که چاپ کردن. باز چی وقت به مردم تقسیم کردن؟ بی از این مردم منتظر بهانه به خاطر غیبت کردن هستن. خوش آمدن که مردم دعوت کردن. آی ما به خدا خود مردم. می ماشاءالله چقدر هستن مادر. آی کلش اسراف ناقص دختره. باده جان تو آمدی یک دانیم؟ نخواستم شما رو تنابانم مادر. یگانه دخترم تو هستی جان مادر. خوب شد که آمدی. سرم بسیار درد میکنه میفهمی؟ کم از دیوانه شوم. اما برم یک بار دست رویمه بشویم. منور جان بادر تنها نمان. درست است؟ زنده باشی که آمدی. کجا میری؟ کاری را که گفتم انجام دادین؟ البته خانم خودتون ببینین ده همه جای نصب کردیم. هیچ جایی به مشعل باقی نمانده. قسمی که گفته بودین. بسیار تشکر. مرا بسیار خوش ساختی بوده. دویده پیشت آمده. پس آماده هستیم. یعنی با یک زندگی جدید. همی که سالن کمی پر شد باز من برات خبر میدم.
حالا همینجا منتظرم باش. من پس میایم. من را زیاد منتظر نمون. انسان به خاطر عشق خود هر کار میکنه نه؟ بله هر کار کدام میتونم. دخترم میفهمم که تعجب کردین، اما امروز همراه مادرم از اینجا میرم. خواستم قبل از رفتن شما را ببینم. خب اما چرا دخترم؟ ما همراه محمد گپ زدیم. فکر کنم که مادرت کم مریض بود دخترم. وقت خوب شد باز وقت میتونستین برین. این گپ راست است که مادرم مریض است خانم حمیده و سببش فقط محمد است. محمد عاشق باد است خانم. نه نه میفهمین من از بسیار گپا خبر دارم خانم حمیده. عروستان باده طفل یوسف وقت از دست داده. حالا در بطن خود طفل محمد پرورش میده. اگه به گوشای خودم نمیشنیدم باور نمیکردم. ضرور نیست مادر، حال گپ نزنن. اگه دوباره برام چیزی گفت من براتون خبر بدم، باز اون وقت برین همراهش گپ بزنین. درست است؟ اما ما نمیخوایم شامل ای گناه بزرگشان شوم. جدی میگم. نه خیر، تو شده نمیتونه. نه خیر. نه خیر. نه خیر. این امکان نداره. نه خیر. نه خیر.
مهمانان نهایت گرامی، امروز به خاطر به سر نمودن پیوند دو جوان پرسعادت گرد هم جمع شدیم. در حضور شما و شاهدین محترم میخوایم از اینا بپرسم که آماده هستند با هم ازدواج کنند؟ شما خانم هوا کاراگل، آیا الماس خانجی اغلو را به عنوان همسرتان قبول دارین؟
از آتش سوزی بیرون شدن نتونست 70% وجودش سوخته، مجرای تنفسیش هم آسیبی جدی دیده. شانس زنده ماندنشان بسیار کم است. ساجد و استاد عارف خبر بتین تا بیایم. او مادرم بود. سوختگیش بسیار امید بود. مراد گفتم او مادرم بود. نمیفهمم. اون شخص من یکی از اعضای خانواده ما بودم. دیگران کجا هستن؟ مگشتن نمیتونم. آره چطور هستی پنر؟ هیچ خوب نیستم. پایم درد میکنه. تو از خانه ما هیچ کسی ندیدی؟ خدای من اونا کجا شدن؟ برو تو یک دفعه بپرس. هیچ ندیدیمشان. شما صبر کنین من میبینم. گم شدن. تو خوب هستی بیادر؟ من خوب هستم. برو یوسفا پیدا کن. حتما از ما که پیش بیرون شده بیادر جان. ندیدی که بیچاره کل جانش آتش گرفته بود. انشالله که چیزی نشده باشه. خدا نکنه بیادر جان. دانه تا بخیر باز کن. دخترم. پدر خدا را شکر که خوب هستی دختر جانم. من خوب هستم اما چی دخترم؟ پدر مادر رو بیادرن داخل هستن، بسشان بسیار خراب است. هوا دختره کجاستی جان مادر؟ هوایم کجاست؟ آرام باش شریف خانم، کمی متوجه خود باشه. سرفگل خدا خسته تو جو باش. اگه هوای مرا چیزی شوه ما از بین خود را زندگی کردن نمیتونم. پیدا میکنیم دختر خدا، حتما پیدا میکنیم. پدر لطفا شماره چی شده؟ لطفا متوجه خود باشه. آرام باش. دخترم کجاست؟ آرام باشین خانم محترم لطفا. بریم بگو دکتر صاحب دخترم کجاست؟ وضعیتش خانم حال محترم چطور اول است؟ بگوین که دختر شما کی است. اگر این قسم امرایتان همکاری کردن نمیتونه. دخترم هوا کاراگل، نام دختر ما هواست. به نظرم کسایی که داتش سوزی سوختن اینجا آوردن. درست است. خانم پرستار، پرونده مریض آتش سوزی را بررسی کرده. وضعیت هوا کاراگل به خانواده‌اش گزارش فعلا تحت بدید. نظارت آقا مصطفی است. در اتاق عاجل قرار دارن. شفا باشد. قربانت شوم. اونجا کجاست؟ مرا شما ببرین. اونجا رفتن خواهش نمیتونید. میکنم. فعلا دکترها متوجه دخترتان هستن. چند دقیقه بعد دکتر براتون عذر میکنم. مرا پیش دخترم ببرین. مرا پیش دخترم ببرین. خانم آرام باش. بیشی پدر کدام جای درد میکنه؟ آی مام چه قسم سوال میپرسم. 4 طرف آتش گرفته بود. ده قسم من نمیشتی خدا نجات میدادی. تمامش به خاطر من شد. ای چه قسم گپ است که شما میگین خانم سلطانه. دوای مریضی تا نوردیم خانم.
باده خانجی اغلو را میپالیدم. متاسف هستم آقا، به خاطر وخیم بودن وضعیت نام خصوصیات بعضی مریضا به ما داده نشده. تو بکدم خدایا، این چه قسم گپ است دیگه؟ فعلا فقط نام زخمیای شدید آوردن آقا. حتما در اولین فرصت اسم خصوصیات مریضا را به ما خاطر رساندن. باز وقت برتون کمک کردم میتونه. خدا لعنتت کنه. خانم پرستار، در بین مریضای سوختگی باده خانجی اغلو هم هست؟ نه خیر آقا، فقط میفهمم که مامان و والی صاحب تحت تداوی هستند. خب چطور میتونم پیداش کنم؟ از بخش معلومات بپرسین. اما اونا از این چیز خبر ندارن. به خاطر آتش سوزی عروسی کل ما بسیار عجله داریم. مریضا به نزدیکترین شفاخانه ها رسانده شدن. ما این کار که از دست ما میاد انجام میدیم. درست است. پدر محمد تو اینجستی؟ ما هم تو را میپالیدم بچه. دقیقش نباش پدر، من خوب هستم. شما چی حال داره؟ خوب هستم. میفهمین باده کجاست؟ تمام مشکل تو با باده است. خانم بیادر تو یوسف. باده را دیدین یا نه؟ نه میفهمم بچه. محمد خان، باده خانم میپرسیدین؟ بله، تو دیدی؟ پیش از رفتن به محفل اونا در قصر بودن. گفتم شما نمیرین، گفت سرم درد میکنه، من رفتن نمیتونم. راست میگن محمد خان. خدا را شکر که به عروسی هم نرفتن، در شفاخانه نیستن. شفا باشه کاکا جان. منور با تو رسیدگی کردن؟ بله رسیدگی کردن. خب باده رو دیدی؟ نه ندیدیم. در محفل معلوم نمیشد. اگه اینجا می بود حالا خبر می شدیم. شاید تو را در کدام شفاخانه دیگه بردن. موبایل خودم جواب نمیده. من دیوانه خود شدم. من خوب هستم. آجل اینجا یک اکسیژن بیارین، زود باشین. وضعیتش چطور است؟ تشویش نکنین، هر چیزی که از دست ما بیای انجام میدیم. میشه برام بگین که خانمم چطور است؟ من خوب هستم دکتر، بس کنین. میخوایم برم، بس کنین. من خوب هستم. لطفا مشکل ایجاد نکنین. من خوب هستم. بس هست. بس کنین. من خوب هستم. چند دفعه بگویم بس کنین. تو خوب هستی؟ من خوب هستم. میخوایم از اینجا برایم، از اینجا برم. اجازه دادن همت. دود زیادی را تنفس کردیم، بس صحتتان خوب نیست. اکسیژن گرفتنتان حتمی است. درست است، فهمیدم، اما من میخوایم برم. درد میکنه، بس کنید زیاد دیگه. اصرار نکن، هواگپای دکتر خوشی ندی. بان کار خود انجام بده. میخوایم برم، میخوایم از اینجا بیرون برم. یلماز تو میخوای حال کجا بری؟ فعلا از جان تو کرده چی بارزش است؟ هوا هر کاری که داری بگو محل میکنم، اما تو فقط استراحت کو، با گپای دکتر گوش بده، خواهش میکنم. یلماز من از یوسف هیچ خبری ندارم. نمیفهمم که حالا در چی وضعیتی است. باید او را پیدا کنم. لطفا درکم کن. لطفا بشینین خانم هوا. من میخوایم برم. دکتر جونیت لطفاً به اتاق عاجل تشریف بیارین. عجله کنین، مریض وضعیتش وخیم است. پدر چشمای خدا باز کرد. یوسف تا داخل است. گفتم یوسف هست. تو را چی ها؟ کارایی که برش کردی کافی نبود کال بدیدن شما اومدی؟ دیگه حق نداری که نامش بگیری، فهمیدی؟
خانم محترم میشه بیرون شوین؟ اینجا منتظر بودن نمیتونین. خارج شو. از ما و از زندگی ما خارج شو. گفتم خارج شو. چی میشه؟ یکیتان برام چیزی بگوین. ولی واسه خدا برام جواب بدین یوسف کجاست؟ یعنی شما از اون خبر ندارین؟ میبخشین من یک مریضم. میشه شما بگوین؟ خانم پرستار یک سوال دارم. عاجل است، عاجل. یک مریضم میپالم یوسف خان جیوغلو را از آتش سوزی بیرونش کردن. باید اینجا آورده باشنش. هوا مادر، دخترم، مادر، خدا را شکر که تو را چیزی نشده دخترم. تو خوب هستی جان مادر؟ ترسیده بودم دخترم. پدر، وقتی تو را در آتش دیدم کم بود که دیوانه شوم. مادر شما خوب که تو را چیزی نشده دخترم. بدونی که ما را خبر بدی میخواستی عروسی کنی. بیازو پیش از که آتش سوزی شوم من غرق آتش و دود شده بودم. شما خوب هستی؟ من خوب هستم. خدا از آقا رشید راضی باشه. او ما را از داخل آتش نجات داد. شما چی پدر خوب هستی؟ ما هیچ کمک نکردیم اما تو جریفه خانم. وقتی یلماز تو را بغل کرده بیرون برد بعد از او شما را گم کردم. پالیده کم بود که دیوانه شوم. اما خدا را شکر که وضعیتت خوب است دخترم. من خیلی میفهمیدم که کجاستم مادر. تمام وجود من دود گرفته بود. مامم اینجا به اوش آمدم و چشمای خود باز کردم. برات گفتم نه که یلماز در کنارت بود. حتما او تو را عاجل به شفاخانه رسانده. خداوند از داماد ما راضی باشه. هوا تو خوب هستی؟ خوب هستم. چیزی نیست. با خوب هستم گفته خوب نمیشی. باید عاجل پیش دکتر بری. ببین دخترم سر پای استاد شده نمیتونی. متوجه خود باش. خوب هستم مادر. من میخوایم یوسف پیدا کنم. تو هنوز از وضعیتش خبر نداری؟ نام یوسف پیش من نگی. از تو دور و با جهنم نزدیک باشه. تمام این بلاها به خاطر او سرت نامده؟ ها؟ دروغ میگم. تو خود گفتی خلاص شد. حالا تو دیگه عروسی کردی. یوسف دیگه فراموش کن. همراه شوهرت یک جای زندگی جدید تا آغاز کن دخترم. بیبی به خاطر تو جان خودت در خطر انداخته. تو را از آتش نجات داد. دیگه درباره او آدم فکر نکن دخترم. فکر کردن درباره یوسف باند دیگه. هوا بخه دخترم، بخه. بیا که پایین بریم. زود شو رمزی، کمک کن. زود شو. تو کجاسی باده؟ مرا بسیار خوش ساختی. دویده اینجا آمدم. پس آماده هستی؟ یعنی به خاطر یک زندگی جدید. سالن که پر شد باز من برات خبر میدم. تو فعلا همینجا منتظرم باش. من زود پس میام. مرا زیاد منتظر نمون. محمد خان؟ باده را پیدا کرده تانستین؟ نه خیر. امروی گروه محل آدسام گپ زدم. دیدم کسی در داخل نمانده. اطفای را به خاطر خاموش کردن آتش خواستیم. از دیگه شفاخانم پرسیدیم. متاسفانه خانواده اسمشان ثبت نشده. اگر شما نفهمین پس ما چی بفهم که کجاست؟ شما را درک میکنم. حق به جانب هستین. اما ببینید که ما هم تلاش خودم میکنیم. کوشش میکنیم که تا چند سال دیگه پیدایشون کنیم. من وقت ندارم که منتظر شما باشم. گوش کن. این که اوضاع چقدر خراب است اصلا برام مهم نیست. اگه لازم باشه تمام اتاقا را دیده باده را برام پیدا میکنی. همیشه کم صبر کنین محمد خان. تنها شما منتظر خبر اقارب خود نیستین. اعصاب مرا خراب نساز. باده خان جیوغلی را پیدا کو.
خدا لعنتت کنه، مرا فریب دادی. دیگه هوایی وجود نداره. دیگه هوایی وجود نداره. فقط من هستم. من و تو طفل ما. همون تو نیست طفلم؟ من و تو و پدرت بسیار خوشبخت خود شدیم. حتما پدرت به قدم زدن بیرون رفته. وقتی آمدی خبر خوش هر دیگه برش میتیم. وقتی بفهمه که دیگه بین ما کسی آمده نمیتونه، او بسیار خوش خواهد شد. بس از یادگاه می نوشی. بس از بیازو شما را به زحمت ساختیم. خواهش میکنم جان ما. اگه خوب استی من یک بار پیش خواهرم رفته پس میایم. درست است. برو پس بیا، مرا فراموش نکن. خدا نخواسته نفسم نبرایم. اگه ایره بند کنی نفس گرفته میتونی. درست است؟ من دیگه رفتم. کجا میری هوا؟ میرم مادر. نه خیر هوا، بعد از این هر گپه که من بگویم همون رو انجام میتی. این وضعیت خدا ببین، نفست بند میشه دختر. بگی آباناش، تو چرا گپی ایره قبول میکنی؟ بگی و ایره پیش دکتر ببر. خاله دکتر دید و ماینام کرد، خواست برش اکسیژن بتم. اما ما نداره، فقط که تو شوهرش نیستی. اگه لازم باشه به زور از دستش گرفته ببرش. تو همه قسم از دختر مواظبت میکنی. مادر شما چرا این قسم گپا میزنین؟ هرچی که لازم بود یولباز برام انجام داد. گفتم که من خوب هستم. اگه خوب هستی پس چرا مثل آدم هوشیار رفتار نمیکنی؟ به جایی که درباره خود فکر کنی درباره کسی دیگه فکر میکنی. فکر میکنم. میگن وضعیت یوسف خوب نیست مادر. من باید اون رو ببینم. تو را چی؟ تو متوجه خود باش. میخوای ببینه که یوسف خوب است یا نه؟ این بیادرش است. بلیاز خدایی نمیکنین مادر. هوا بیبی اگه یک قدم دیگه بانی تو را نمیبخشم. باز هر کاری که خواستی انجام بده. باز بین شما چی گپ شده ها؟ از یلماز بپرس. از اینکه قسم آرام شیشته حتما کدام چیزه میفهمه. شریفه خانم هوا خودش میفهمه که چی بد است و چی خوب. یعنی که شما حق به جانب هستین، همونطور است؟ خواهر اونجا مثل روز محشر شده بود، کسی نمیفهمید که چی میکنه. تو چی گفته میری؟ باندگه بلیاز خدا سلطانه. هر روز شما محشر وریست. خدا میفهمه باز چی نقشه دارین. بچم تو خانم خدا تنها نمان. برو بیا خواهر جان کمی آرام باش. یک چند دقیقه اینجا بیشی براحتی نفس بکش. توبه خواهر کجا میری خواهر؟ تو رو میگم کجا میرین؟ کجا میرین؟ براتون جای آوردیم. با دیدن تو به خانه تابستانی آمدم اما نیستی. منتظرت هستم. بفرمایید شفاخانه پارک است. شام بخیر. من میخواستم یک چیزی بپرسم. بفرمایید خانم. فکر میکنم یک آتش سوزی رخ داده. به شفاخانه اطلاع داده شده؟ بله خانم، در نزدیک جاده مصطفی پاشا یک آتش سوزی رخ داده. به خیالم که خانجی اغلو هم در اون محفل بودن. درباره زخمی ها میتونم معلومات بگیرم؟ من یکی از نزدیکانشان هستم. شما را درک میکنم خانم محترم. اسامی زخمی های تازه به دست ما آمده میره. یک خانم از اعضای خانجی اغلو بسیار وضعیتش وخیم است. گفتن که صاحب محفل بوده. دکترها با ما همه قسم گفتن. فکر میکنم وضعیت یک مردشان هم بسیار وخیم است.
درست است. زنده باشین. داخل رفتن نمیتونین خانم. لطفا من اجازه بدید. داخل شوهر ممنوع است. خانم گفتم که داخل نرین. اجازه نیست. بسیار زیاد دود تنفس کرده. زخمای وجودشان بسیار عمیق است. وضعیت فعلیشان هیچ خوب نیست. جگرشان زیاد صدمه دیده و یک ضربه در سرشان خورده. متاسفانه ما چیز گفتن نمیتونیم. دکتر احمد لطفاً به شعبه معلومات تشریف بیارین. اما خوب بشه دکتر سبنی. ما کوشش خود انجام میتیم اما بازم به مقاومت مریض بستگی داره. اگر به اوشان بیایه ما دوباره او را بیهوش میسازیم، به خاطر که تحمل کردن درد زخماش ناممکن است. خب حال چی خود شد؟ یعنی قوی باشین یلماز خان. اول تر از همه باید مشکل مغزش حل کنیم. اگر موافق شویم به زودی به تداوی شروع میکنیم. برای فعلا براتان همه قدر گفتم میتونم. بازم شفا باشه. پدر چی بچه خدایا پدرم چیزی نشه. تو ده اینجا چی میکنی ها؟ شفا باشه. خانمت در داخل چی میکنه؟ همه قدر کافی نیست که حاله بچه ما را در بسترم راحت نمیمانه. تو اینجا چی میکنی ها؟ بیرون شو. همیال از اینجا بیرون شو. یوسف راحت بان. بچه ما را راحت بان. تو از حد خود مگذری. من هیچ جایی نمیرم. تو را بگم بیرون شو از اینجا خانم. گفتم جایی نمیرم. تا یوسف چشمای خدا باز نکنه هیچ کدامتون بر از اینجا بیرون کردن نمیتونه. دیگه باز اول فکر میکدی اگه اینقدر دوستش داشتی بازم روی کس دیگه عروسی را میکدی. درست است هوا. گوش کن چی بگم. اینه بگی و از اینجا بیرون شو. شما اینجا چی میکنین؟ اینجا مراقبت های جدی است. حالا دیگه بیا که بریم. هوا بیا که بریم دخترم. من هیچ جایی نمیرم خاله. آنوزا میگم بزنه. کاکا جان لطفا آرام باشه. اگه همیال بیرون نرین پلیس میخوایم. همیال بیرون شو. دیگه نمیخوایم که شما را نزدیک خانواده و بچه خود ببینم. خانم خدا بگو از اینجا بیرون شو. حالا بیا دیگه. من خانم کسی نیستم. فهمیدین؟ ما همراه هیچ کس عروسی نکردیم. بغیر از یوسف هیچ کس دوست ندارم و نخواد داشتم. اینو فقط خداوند میفهمه. نمیخوایم بدون یوسف به زندگی خود ادامه بدم. عروسیم دروغ بود. من فقط نقش بازی میکردم.
ازتون خواهش میکنم مرا درک کنی. من این کارا رو فقط به خاطر ناراحت ساختن یوسف کردم، اما این میفهمید آمده بود که مرا همراه خودش ببره. من هیچ وقت نمیخواستم که این قسم شم. هوا دکتر بخواین زود باش. دختر من چی شده؟ لطفاً در بیرون منتظر باشین. او دختر من است. لطفاً خانم با ما مشکل ایجاد نکنین. شریفه به دکترها اجازه بده که کار خود انجام بده. داماد تو هم بیا. دکتر صاحب کس از این موضوع خبر نداره. دختر معامل است. هر دوایی که برش میتن متوجه طفلش باشه. طفل چند ماه هست؟ چی بفهمم؟ کم از کم 3 یا 4 ماه هست دکتر صاحب. دختره لطفاً من از دختره اینجا ببرین. میبرمت یک دانه. تو یک دفعه خوب شو. من تو را از اینجا میبرم، درست است؟ یوسف چیزی نشه خاله. خدای نخواسته برای تنها نمانه. نمیشه، هیچ چیزی نمیشه دخترم. تو تشویش نکن، تو خوب شو. من تو را خودم پیش یوسف میبرم، درست است؟ یک دانه. چرا این اتفاق افتید؟ چرا ایتو شد؟ چطور به این وضعیت رسید؟ وقتی که آتش سوزی شد تو به یاد داری؟ یوسف هر کس بغل کده بیرون میکرد، کلاگی را نجات میداد. هیچ دقیقه خود نشد. داخل حمیده را بیرون میکرد که یک بار سقف سرش چپه شد، اما حال خوب است. بعد از او تمام جای آتش گرفته بود دختر، تمام جای. فکر میکردی که او آتش از دهن کدام اژدهای بزرگ بیرون میشه. هیچ کس از جای خود تکان خورده نمیتونست. در او اثنا خواست که فرار کنه که شعله آتش زیاد شد. تمام جای دود گرفته بود. هیچ کسی که دیگه خود دیده نمیتونست. یک نفر از دود جیغ میزد و دیگه از آتش هر کس در تلاش نجات دادن خود بود. تو وقت بیهوش شدی. قبل از به زمین افتیدن یلماس را در بغل بیرون کرد. تو را از اونجا بسیار زود بیرون کرد. کالگی در غم جان خود بود، نمیفهمیدن که چی کنن. حیران مانده بودن. یوسف هم دروازه را پیدا کرده بود، اما باز نمیشد به خاطر که شعله آتش زیاد شده بود. به هر صورت قابل باور نیست با یلماس یک جا شده بود. تمام شیشه‌های راه عقبه با هم شکستاندن. کل مردم از اونجا بیرون شدن. بالاخره یک از کسایی که بیرون شده بود تانست دروازه فکر میکردی که روز قیامت است. کسی سوخته بود و کسی آن بدون وقفه سرفه میکرد. خداوندی روزه سر دشمن آدمام نیاره. از یک طرف سرسوختگی آب مینداختن، از طرف دیگه به شفاخانه میرفتن. قیامت بود، قیامت. در او وقت یلماس خان حمیده گفته به جیغ زدن شروع کرد. ای که او خرس کجا افتیده بود کسی نمیفهمید. وقتی یوسف صداشو شنید صبر کرده نتونست. هرچی نباشه مادرش است دیگه. نه به گپ ای گوش داد و نه به گپ او خود آتش انداخت. چند لحظه بعد حمیده را بغل کرده آورد. یلمازم رفته حمیده را از پیش یوسف گرفت و با هوای تازه بردش. همه که یوسف میخواست بیرون شود سقف سالن سرش چپه شد. همگی جیغ و فریاد زده سالش میکردن. کل ما بسیار ورخطا شده بودیم.
یلمازم میدیدی به خاطر نجات بیادر خود با سرعت طرف دروازه میدوید، اما متاسفانه دروازه بسته شده بود. تمام جای دود و آتش گرفته بود. از دست او بیچاره چیزی نامد. خوب شد که اطفایه رسید و یوسف از اونجا بیرون کشیدن. امکان داره خانم کاکایم فلج بانه؟ دعا کنیم که انشالله قسم نشه. تو چطور این کار کردی؟ چطور این بازی رو انجام دادی ها؟ میشه بگویی که هدفت چی بود؟ اگه هدفت پیسه بود برام میگفتی تمام جایداد و زمینای خود برات میدادم، کافی بود که بچه من راحت میماندی. یک دقیقه کاکا، کدام بازی؟ دیگه چی میکردی؟ هر دوی اینا همراه هوا هم دست شده بودن. این نکاح و عروسی کلش یک نقشه بود. تمام هدفشان انتقام گرفتن از یوسف بود. تو و خدایا آفرینت. شاید حال خوش شده باشی و به هدف خود رسیده باشی. با این نقشت بیادر خود و خون خود خاصی از بین ببری. فکر کردی اگه یوسف چیزی شوه باز با چی قسم عذاب وجدان زندگی خواد کردی ها؟ تو اینجا چی میکنی؟ خدا لعنتت کنه از اینجا یلماز خان. بخیز بفهمم که گپای من بشنوی. چشمای خدا باز کو. باید داری وقتی من قسم خوابیده بودم مرا با سیلی زده بودی؟ حالا ما میتونم انتقام خود ازت بگیرم. حمیده خانم بچه ده اونجا با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. چرا نماندی که ما با هم دیگه برسیم؟ تو بسیار یک زن پست هستی، بسیار بی‌وجدان هستی. تو چی قسم یک مادر هستی؟ خداوند خودش لعنتت کنه. آرام باش هوا. تو از بین میری، یوسف از بین نمیره. او از بین نمیره. یوسف زنده خود ماند. اینجا چی میکنین؟ چی گپ است؟ کدام گپ مایم نیست خانم پرستان؟ کدام گپ نیست؟ بس هست دیگه کافی است. باده کجاستی؟ برای چند بار زنگ زدم چرا جواب نمیدی؟ نشنیدم محمد. چرا قدر وارخطا؟ بیرون شدن تو قیامت برپا شد. یک چیز بگو تو خوب هستی نه؟ نه که تو هم زخمی شدی. نه مرا چیزی نشده، خوب هستم.
وای وای، یعنی محفلشون با آتش خلاص شد. خانم هوا بسیار جگر خون شده باشه. ما شوخی نمیکنم، وضعیت بسیار جدی است بادا. تو جدی میگی؟ خب پس کیا زخمی شدن؟ هوا در شفاخانه است. کاش از بین میرفت. ما را به هوا چی ها؟ گوش کن. تکت را گرفتیم. درست است؟ هر جا کسی برم بگو که پشت بیام. تکت چی؟ اول گفتم با موتور میریم، بعد فکر کنیم با هواپای ما زودتر میرسیم. دزم. حالا که همه گیده شفاخانه هستن از رفتن ما خبر نمیشن. تا که خبر شون ما او تو بسیار دور رفته. تا زندگی جدید خود آغاز میکنیم. یوسف کجاست محمد؟ در خانه تابستانی آمنست. شاید از آتش سوزی خبر شده و شفاخانه آمده باشه. تو همراه او چی کار داری؟ میشه درباره یوسف گپ نزنیم؟ ما او تو یک تصمیم گرفته که به زودی یک زندگی جدید آغاز میکنیم. کاملا یک زندگی جدید. اما تو نیست بادا؟ بادا خدا لعنتت کنه. محمد بعد حالا نمیخوایم چیزی بشنوم. گوش کن چی میگم. با دقت گپای ما گوش کن. بیبی در یک طرف خانم کاکایت که وضعیتش بسیار خراب است، در طرف دگام یوسف همراه این برگ دست و پنجه نرم میکنه و تو پشت گپای ناممکن میگردی محمد. بعد نمیخوایم در مورد گپ همراهیم گپ بزنی. بس است. پلیس ها گفتن که آتش سوزی را که ما حادثه فکر میکردیم یک سوی قصد بوده میتونه. چطور یعنی قصدنی آتش سوزی را برپا کردن؟ یک خانم خواسته اظهارات بده. فعلا پلیس اظهاراتش گرفته میره. بعد از او هم اظهارات ما را خود گرفتن. دکتر هاکان به بخش جراحی. دکتر هاکان به بخش جراحی. داخل آمده میتونی. خداوند از شما راضی باشه. زنده باشی. چشمای خودت باز کن. قربانت شم، چشمای خودت باز کن. نمیخوای چشمایت باز کنی یوسف؟ میخوای مرا تنها بانی؟ من خود تمام زندگیت بودم. تو هم تمام زندگی بستی. لطفا نرو. من برات گفتن نتانستم. در بطنم طفل تو را پرورش میدم. این طفل از هر دوی ماست.